تا حالا براتون پیش اومده که دچار درد توی استخوان ساق پا بشید؟ یه درد گنگ و مبهم که راه رفتن و ورزش کردن رو براتون آزاردهنده و سخت میکنه. یکی از علتهای این درد عارضه‌ای به نام شین اسپلینت هست که توی فعالیت‌هایی که شامل پریدن و دویدن میشه زیاد پیش میاد. از اونجایی که این عارضه شباهت زیادی به سایر آسیب‌های این ناحیه داره، خیلی مهمه که بتونید درست تشخیصش بدید و از اونجایی که درمان نکردن و مزمن شدنش میتونه اختلال شدیدی توی سیستم حرکتی شما به وجود بیاره، مهمه که درست، به موقع و تخصصی درمانش کنید. برای یادگیری تشخیص و درمان شین اسپلینت این ویدیو رو تا انتها نگاه کنید. درد شین اسپلینت درست در لبه داخلی ساق پا منتشر میشه و یه فضای حدود 1/3 تا 2/3 ساق پا رو درگیر میکنه. پس دردی که فقط توی یه نقطه احساس بشه به احتمال زیاد نمیتونه مربوط به شین اسپلینت باشه. این درد با ورم، التهاب و قرمزی همراه نیست، اما لمس اون ناحیه برای شما دردناک خواهد بود. همچنین فعالیت‌های ورزشی درد شما رو بدتر و استراحت شما رو بهتر میکنه و مورد آخر این که گرفتگی عضلات پشت ساق پا ارتباطی به شین اسپلینت نداره. پس حالا اگه علائمی که گفتم با علائم شما همخونی داره، باید برای درمانش چه کارایی انجام بدید؟ اول از هر چیزی، از اونجایی که شین اسپلینت بیشترین آسیب در دونده هاست، باید طی دوره درمانتون فعالیت‌های ورزشی رو به حداقل برسونید. البته اگه دونده هستید، در انتهای ویدیو چند تا نکته بهتون میگم که در درمان و پیشگیری از آسیب مجدد بهتون خیلی کمک میکنه. و اما حتی اگه با فعالیت‌های روزمره هم درد دارید، باید حداقل به مدت 2 هفته فعالیت‌های ورزشیتون رو کاملا متوقف کنید. اما میتونید شنا کنید یا از دوچرخه‌های ثابت استفاده کنید، اما در صورتی که اونا هم برای شما دردی نداشته باشن. اگه کمتر از 2 هفته است که به این آسیب مبتلا شدید، یعنی همچنان توی فاز التهابی و حاد قرار دارید، باید به مدت 3 روز هر روز 3 بار و هر بار به مدت 15 دقیقه یخ در ناحیه دردناک قرار بدید و بعد از گذشت 3 روز، زمانی که التهابتون کم شد، میتونید ورزشایی که قراره بهتون یاد بدم و شروع کنید. اگه آسیبتون مزمن و کهنه نشده باشه، بین 3 تا 6 هفته کاملا درمان میشید. اما آسیب‌های مزمن معمولاً بین 3 تا 6 ماه زمان میبره تا کاملا درمان بشن و بتونن به ورزش برگردن. به هر حال من سعی کردم توی این ویدیو یه برنامه تمرینی جامع و عالی رو بهتون آموزش بدم تا هرچه سریعتر درمان بشید و به فعالیت‌های ورزشیتون برگردید. برای انجام 2 تا تمرین اول احتیاج به یک کش لوپ دارید. کش رو میندازم دور کف پایی که درگیر هست و میخوام تمرین رو باهاش انجام بدم و پای دیگر رو میذارم روی کش که کش رو نگه داره. پای آسیب دیده رو میارم روی پاشنه، 3 ثانیه مکس میکنم، میبرم پایین، دوباره روی پاشنه، 3 ثانیه مکس، 10 تا حرکت انجام میدم و 3 تا ست تکرارش میکنم. برای حرکت دوم این دفعه باید کش رو بندازید دور هر دو پا. بعد پای آسیب دیده رو از لگن میارم بالا با 3 ثانیه مکس و 3 تا ست 10 تایی تکرارش میکنم. کشتون خیلی سفت نباشه، بتونید حرکت رو خیلی نرم و آروم انجامش بدید. برای انجام حرکت سوم من 2 تا وزنه 5 کیلویی میذارم روی رون پام. اگه براتون سبک بود میتونید وزنه سنگین‌تر و اگه سنگین بود از وزنه سبک‌تر استفاده کنید. و با دستام فقط وزنه رو نگه میدارم، نه باید وزنه ها توی دستم باشه، اونا رو باید روی پا بذارید. بعد پا رو میارم روی پنجه، بازم 3 ثانیه مکس میکنم و 3 تا ست 10 تایی تکرارش میکنم. برای تمرین 4 احتیاج به یه پله کوتاه و یه توپ کوچیک دارید. توپ رو باید بین 2 تا پا بذارید و همزمان که با پاها فشارش میدید بیاید روی پنجه. خب پس من پاها رو لبه پله میذارم، توپ رو بین 2 تا پا قرار میدم، با 2 تا پام فشارش میدم، میام بالا، آروم بالا، آروم پایین. این حرکت رو 2 تا ست 20 تایی یا 3 تا ست 15 تایی تکرارش کنید. برای تمرین 5 میخوام که روی پاشنه چند قدم راه برم. ممکنه چند روز اولی که میخواید تمرینا رو شروع کنید انجام این براتون دردناک باشه، اما از هفته دوم قطعا بدون درد میتونید انجامش بدید. میتونید 20 قدم بردارید، یک کم استراحت کنید و دوباره 20 تا قدم دیگه بردارید
و 3 تا ست تکرارش کنید. برای تمرین آخر میخوام عضلات جلوی ساق پا رو کشش بدم. بعد به دیوار تکیه بدید، پا رو یکم بذارید جلو و کامل بیاریدش روی پنجه، به صورتی که انگشت شستتون فقط زمین رو لمس کنه. کاملا میتونید کشش رو روی ساق پا احساس کنید و 3 تا ست 30 ثانیه‌ای کشش رو نگه دارید. اما اگر دونده هستید بهتره بدونید که یکی از علتهای بروز شین اسپلینت ضعف عضلات بیرون برنده ران یا ابداکتورهای هیپ هستند. پس بهتره که حتما تقویت این عضلات رو توی برنامه ورزشیتون قرار بدید. که من حتما یه ویدیو برای ورزش‌های مربوط به تقویت عضلات ابداکتور هیپ به زودی توی کانال قرار میدم. میتونید زنگوله کانال رو روشن کنید تا در صورتی که اونو آپلود کردم مطلع بشید. مورد دوم این که اگه حین دویدن روی پاشنه فرود میاید باید رانینگ استایلتون رو تغییر بدید و اصلاحش کنید. و مورد سوم حتما بین روزهایی که میدوید تایمی رو برای رست و ریکاوری در نظر بگیرید. و مورد آخر بعد از اتمام درمانتون زمانی که میخواید به دویدن برگردید حتما از زمان و مسافت‌های کوتاه شروع کنید و کم کم اونا رو ارتقا بدید تا از بروز مجدد شین اسپلینت جلوگیری کنید. مرسی که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. فراموش نکنید که کانال من رو سابسکرایب کنید. اگه ویدیو براتون مفید بود حتما لایکش کنید و اگه سوالی داشتید برام توی کامنت ها بنویسید.